توی این قسمت و احتمالاً دو قسمت بعدیمون می‌خوایم در مورد خواب و تغذیه و سلامت فیزیکی صحبت کنیم. بیشتر من واقعا خیلی دوست دارم داستان زندگی خودت رو بشنوم، چون خیلی مهیج بود وقتی تعریف کرد. کاهش وزن هیچ ربطی به اراده نداره. کاهش وزن سیستمه. تو باید بتونی یک سیستم فرآیند ایجاد کنی. ولی شنیدنشون خیلی امیدواری میده که منم میتونم. من یه دوران نهار می‌خواستم بخورم، یک نوشابه خانواده کامل می‌خوردم. خب ببین، درسته که میگم ورزش تاثیر مستقیم لاغری نداره، ولی کاردیو، هوازی، مخصوصا هوازی ناشتا به شدت کاهش وزن میاره. اگه میخواین لایف استایل سلامت داشته باشید، واقعا 80% 90% تغذیه مهمه. تغذیه به شدت مهمتر از نسبت به ورزش. برای خیلی ها ممکنه مثلا چون اختلال خواب و خواب خوب نداشتن خیلی متداوله. یه سری چیزا رو نمیشه حذف کرد. مثلا چیزایی که خودمونم نمیدونیم، مثل نون. شما که نون رو نمیتونی حذف کنی که. شما سیب زمینی رو که نمیتونی حذف کنی که. شما میوه‌جات رو که نمیتونی حذف کنی که، اونها هم قند داره. توی شب مغز اون قسمت مایند و مموری خیلی فعال هستش. یعنی چیزی که یکی این قسمت این جلوی مغز هستش که قسمت ایموشنال هم هست. من شنیدم که خواب از اون موضوعاتیه که اگر میگن شما امروز حالت بده چون دیشب احتمالاً بد خوابیدی. سلام مدد خانم پناهی عزیزم. سلام. توفوق زدم و جمع کردیم توفوقو. میخوام تو ادیت در بیارم. بریم برای قسمت سوم و ما قرار بود تقریبا 15 اپیزود در مورد حال خوب صحبت کنیم، حال خوش صحبت کنیم و در مجموع گفتیم که قسمت‌های مختلفی داره. یکیش میشد قسمت سلامتی فیزیکی و بعد از اون می‌خوایم در مورد تغذیه صحبت کنیم که این اپیزود بعدی در مورد خواب می‌خوایم صحبت کنیم و قسمت سوم قسمت کلی حال خوش. چقدر فکر کردم چی باید بگم. قسمت سوم چی میشه؟ سری مثلا پادکست های حال خوش از فصل ولبین و سلامتی الان قسمت سوم میشه. بله. خب ما در خدمتی. خب اون دفعه که با هم صحبت کردیم توی اپیزود دومی خیلی جذاب بود تجربه خودت و منم هی پافشاری میکردم از تجربیات خودت بگو چون خیلی جذاب بود. مخصوصا مثلا یه قسمتایش من باور کن با اینکه یه هفته گذشته بود ولی داشتم فکر میکردم شام میخورم پاشم یه خود راه برم، یعنی تاثیر گذاشته بود اون تجربه ها تا اینا. حالا درست پله ها نرفتم بالا پایین ولی توی خونه حرکت کردم و این برام شده بود یه ملکه ذهنم که بعد از غذا خوردن حرکت بکنی. اینا چیزایی بود که خیلی جذاب بود و تو ذهن من خیلی خوب نشست که حتما به درد خیلی ها میخوره. حالا امروز اون بخش شیرین تغذیه که خب من خیلی هم شکموام و تو ورکشاپ های خودم مثالم همش راجع به خوردنیه و خیلی هم مهمه و یعنی من وزن کم میکنم به خاطر اینکه بتونم بخورم، مواظب وزنم هستم برای اینکه بخورم. بعد همین این دفعه خیلی خیلی بیشتر هیجان دارم که گوش کنم ببینم تجربات چجوریه. بله حتما. من این نکته بگم که حالا کسی هست که داره این اپیزودو صرفا گوش میکنه پیشنهاد بدیم که دو تا قسمت قبلی ما هم ببینه که اون سلسله مطالبی که داریم صحبت میکنیم براش راحت تر باشه درک مطالب این اپیزود. ولی به تنهایی هم مطالب مفیدی و اصلا خیلی اونجا شاید وابسته نباشه مطالب اپیزود قبلی. من این نکته بگم، بذارید یه داستان تعریف کنم. کاش میشد که عکس مثلا 8 سال پیش من اینجا بود. من یه دوران نهار که می‌خواستم بخورم. آره میتونیم بذارید. آره. یه دوران می‌خواستم نهار بخورم. این که دارم میگم مثلا شاید طبیعی بود تو زندگی من. دوران کنکور میرفتم، دو تا از این اولویه خانواده کوچیا هست، دو تا از اونها میگرفتم، این اون بربری می‌خریدم، این نوشابه خانواده کامل. مثلا نهارمون رو می‌خوردم، طبیعی بود. بعد دور مثلا 2 ساعت بعد شربت مگه من واسه هندونه می‌خواستم بخورم، اسم هندونه کامل می‌خوردم. ماشاءالله. و چون حتی هندونه هم دوست دارم. یعنی من اینطوریم که بحث شکمو بودن من اصلا هنوزم خیلی شکمو. اون موقع مثلا اینطوری بود که همیشه تو جیبم مثلا شکلات بود و یه حالت اینطوری بود. الان خیلی فرق کرده. یعنی الان مثلا میز من که اون گوشه هست رو نمیخواد زوم کنید توش نشون بدید، ولی میز من مثلا اینطوریه که جو سرپرک و کرده بادام زمینی و پروتئین و نمیدونم اینجور چیزاست. یعنی یه سیستم برای خودت دیگه درست شده. سیستمشو تغییر دادم. دقیقاً. حالا گفتم امروز یه سری از تجربه هایی که داشتم تو حوزه تغذیه بگم. قبلش دوباره اینو بگم که من اصلا سواد آکادمی تو این حوزه ندارم. قطعاً و باز هم قطعاً کسی که میخواد
تو این حوزه حالا درست و صحیح آموزش ببینه باید بره پیش اساتیدی که حضور دارن، دکتر تغذیه و اینا. من اصلا بلد نیستم، فقط تجربه خودم دارم میگم. نکته دیگه این که حالا درست میگم تجربه خودم، ولی من برای تغذیه‌ام چون هیچ پیش زمینی نداشتم خیلی خوندم و پادکست گوش کردم و ویدیو آموزشی دیدم و میتونم بگم اگه شما میخواین وزنتون رو کم کنید، یا بذارید عبارت درست‌تر رو به کار ببرم، اگه میخواین لایف استایل سلامت داشته باشید، واقعا 80% 90% تغذیه مهمه. تغذیه به شدت مهمتر از نسبت به ورزش. حتی برای اونایی که میخوان عضله سازی میخوان بکنن، مثلا هیکل بزرگی داشته، اونم اگه بپرسید میگن تغذیه خیلی مهمتره تا خود ورزش صرفا. یه نکته دیگه هم بگم و بعد بریم سر اون تجربه‌ای که داشتم. این که من تو اپیزود قبلم گفتم این ماها اگه بخوایم صرفا لاغر شیم، عدد بیاد پایین، مایندست درستی نیست. ما باید چربی بسوزونیم. میدونید یه چیز جالب بگم که شما مثلا اونایی که میخوان وزن کم کنن، من اینو داشتم، شما اول همیشه حجم زیادی یهو وزن کم میکنی، بعد استوب میشه. اون حجم زیاد آب بدن شما آب بدنت رو خشک کردی و اون هزار تا ساید افکت برای بدنت داره که اصلا ساید افکت مناسب بدنت نیست. پس مثلا لزوما شما میتونی بری یه هفته آب نخوری و کلی وزن کم کنی، ولی مفید نیست که چون آب بالاخره باید بدن داشته باشی، نمیخوای خودکشی کنی که. و پس درست نیست شما چربی بسوزونی، نه مایچت، نه مثلا میتونی پاتو قطع کنی وزنت اومده پایین، تو استخونتو از دست دادی. پس بعد نکته مهم اینه که باید چربی سوزی داشته باشید. من دو تا نکته کلی بگم بعد برم تجربه که داشتم. من میخندم، ببخشید مثال چقدر قشنگ بود، یه پا رو بکنی ببری وزن کم میشه دیگه. دقیقاً. من خیلی جالب، مثلا دوران سربازی خیلی اینو میدیدم. دوران سربازی اکثرا بعدش میان وزن کم کردن. یه نکته بهتون بگم، اکثرا آب بدنشون کم شده چون آب نمیخورن، زیر آفتابن، غذاهای بی‌کیفیت زیاد میخورن، وزن پایین نمیره، چربی گرفته بدنشون ولی آب بدن از دست دادن. بعد میگه خب اوکی مهم وزن اومده پایین، خب اونطوری نیست دیگه، دو هفته وزنت میره بالا. من این چند پیش صحبت میکردیم با هم، گفتم این دوست داشتم می‌خواست وزن کم کنه، نهار نمیخورد. من بهش گفتم عزیزم تو نهار نخوری تا آخر عمر که نمیتونی نهار نخوری، تو باید یه سیستمی طراحی کنی که بتونی روی اون مانور بدی برای تغذیه درست داره. من دو تا نکته کلی بگم بعد برم تجربه ها. یکی این که ببینید شما برای هر چیزی که بخوای بهتر کنی، این نه فقط برای رژیم، هر چیزی که بخوای بهتر کنی باید بدونی وزن موجودش چیه دیگه. شما اگه میخوای بگی من میخوام وزنم بشه 90 کیلو، بعد الان نمیدونی اصلا چند کیلویی، خب چه تارگتیه؟ بعد بدونی وزن موجود چیه. منظورم چیه؟ مادامی که ندونی طی روز چقدر غذا میخوری، اصلا نمیتونی برنامه بچینی براش. یعنی یه بررسی از وضعیت همین الان، دقیقاً حال حاضر. ببین ما توی حالا اینی که دارم میگم چه کلیه دیگه، ما بسته به سطح BMI بدنمون، تحرکمون، ژنتیکمون و هزار تا المان طی روز باید یه مقدار کالری مصرف کنیم. اون دیگه اساتید اون حوزه هستن. دقیقاً ما یه کالری میتیننس داریم، میگه مثلا مثال برای من 2500 اگه اشتباه کنم، من 2500 طی روز باید کالری مصرف کنم. اگه 2500 بشه 2499، یه کوچولو وزنم کم میشه، بشه 2501، یه ذره وزنم زیاد میشه. من باید اون کالری میتیننس بمونم. حالا هر کسی بسته به سطح خودش میتونه، یه سری اپلیکیشن اینا هم هستن که میتونی مثلا بگی تحرکم چقدر، کارم چقدر، بهت بگه که کالری چقدر باید مصرف کنی طی روز. حالا شما باید اول بدونی طی روز چقدر داری کالری مصرف میکنی. یعنی بری یه هفته، 2 هفته، من طبق تجربه خودم جلوتر میگم، من 9 ماه هر چی خوردم و ثبت کردم. میگم چه کمکای دیگه هم داره. 9 ماه من بعد نکتهش این بود که مثلا شکلات وردارم توی جلسه ور نمیداشم، گفتم بابا گوشیم نیست برام ثبت کنم، یادم میره ولش کن، ارزش نداره. 9 ماه هر چی می‌خواستم ثبت کردم، می‌خورم ثبت کردم. اصلی ترین مزیت این موضوع اینه که شما ذهنیتت نسبت به غذا خوردن متفاوت میشه. دقت من هنوز من فکر کنم مثلا 6 سال وزنم اومده پایین، ندارد من غذایی بخرم پوشیشو نگاه نکنم چقدر ارزش غذاییش چقدر، کالریش چقدر. چرا؟ چون ذهنم اصلا شک گرفت، نمیتونم غیر از اون. پس مهم اینه که حالا نمیگم شما 9 ماه، ولی یه آدم حداقل یه هفته باید کالریشو ثبت کنه، بدون تیرو چقدر کالری میخوره. نکته به شدت مهم این موضوع اینه که نگاهتون به تغذیه متفاوت میشه. اصلا من اینو میبینم ناراحت میشم. مثلا بعضی دوستان مثلا میگن آقا مثلا
من شب یکی از دوستام اومد بود خونمون، بعد گفت من چاق شدم شام نمیخورم. گفتم اوکی. بعد اومد با چای کلی شیرینی خورد. گفتم ببین تو اون شامی که نخوردی و 2 برابرش کالری مصرف کردی. 2 تا خرما میخوام، یه 2 تا خرما فقط خوردم. بعد میدونی این چون نمیدونه چرا، اگه بدونیم چقدر کالری مصرف میکنیم خیلی کمک میکنه. خب اینا چجوری متوجه بشیم؟ حالا درستتون هست. من خودم برای اینکه من خودم میگم 9 ماه ثبت کردم، این نرم افزارا وجود داره. شما ثبت کنید. همین الان فکر کنم دارم گوشیم یه دونه نرم افزار، هنوزم بعضی موقع که احساس می‌کنم تو پادکست اینا. آره من خودم نرم افزار بشقاب استفاده کردم. بشقاب؟ آره اسمش بشقابه. هنوزم نوتیفیکیشن ساعت 10 صبح برام من میاد. نرم افزار معروف یعنی مثلا گفتم کالری ثبت کنید همه اومده تو ذهنشون، نرم افزار کرفسه. اتا نرم افزار دیگه هم باشه. من این دو نرم افزار کار کردم، خیلی هم باهاش کار کردم. اینطوریه که تو میری داخل نرم افزار خیلی هم خوبه. خوبیش اینه که میگی من مثلا ان کیلو هم تحرکم اینقدره، میخوام به این تارگت تو این مدت برسم. میگه پس کالری میتونست اینه ولی بعد اینقدر کمتر بخوری. اون اینقدر کمترتونم میگم که بعد چقدر باشه. حالا میری داخل نرم افزار ثبت میکنی، میگه من یه دونه مثلا مرغ خوردم نهار با اینقدر برنج، میگه تو اینقدر کالری مصرف کردی. دقیقاً. پس مهم اینه که بدونیم چقدر کالری مصرف میکنیم. یه نکته دیگه بهتون بگم، اینو حالا باز اینجاش چون علمیه دیگه بعد برید خودتون بخورید، ولی اصولا اینو میگن شما اگه مثلا 2500 کالری بعد توی روز مصرف کنی، دوباره میگم برای اون شخص، یه خانم شاید بعد 1200 کالری مصرف کنه، خیلی میتونه تفاوت داره. بله خیلی مثلا 1800 تا خانم 2500 تا آقا. تو دیگه 20% کمتر از چیزی که بعد مصرف کنی بعد کم کنی تا بتونی لاغر شی. یه نکته، یه تریک کنکوری بگم این وسط. آره کوزه‌گریه. شما اگه اصولا میگم بیشتر از 20% کم کنی، یعنی مثلا باید 2000 کالری بخوری، 1000 کالری بخوری، درصدی که مایچه میسوزونی برای کاهش وزن بیشتره. بدنت میره مایچه میسوزونه که بتونه خودشو نگه داره. ولی اگه تو اون 20% سعی کنی بمونی، اون چربیه بیشتر میسوزونه، چون چربی هم اصولا تند سوزتره، چی میگن، یعنی زودتر سوختش سریعتره، برای اول میره چربی رو میسوزونه. به خاطر همینه میگن که اگه میخوای اصولی وزن کم کنی دیگه خیلی هم مثلا تو یه روز هیچی نخوری. خب پس ما مهمترین نکته اول اینه که شما بدونید که روز چقدر کالری مصرف میکنید. بعدن که وزنتون هم کم شد، مهم اینه که بدونید که روز ترکیب دو چیز مهم، چقدر کالری مصرف میکنی، اینو باید کم کنی، چقدر پروتئین مصرف میکنی، اینو باید به یه چیزی برسی. ما نسبت به وزنمون، حالا اصولی ترش نسبت به مایچه‌های بدنمونه، حالا چون برای عموم مردم سخت سطح مایچه بدنشون بدونن چقدره، که البته یک سری جاها هستن که شما میرید یه سری آناتومیتون میسن دقیقاً حجم مایچه رو دقیقاً میگه چقدره، ولی شما نسبت به وزن بدن اگر ورزش میکنی 1.2 تا 2 گرم تا 1.8 گرم بعد پروتئین مصرف کنی. اگه ورزش هم نمی‌کنی مثلا فکر کنم 75% صد گرم تا 1 گرم، حالا اینا باز علمیشو برام اینا رو مثلا الان بخوای یک متافور بگی، یه مثال مثلا بگو مثلا یه تیکه مثلا سینما مثلا چقدر میشه؟ آره. من خودم الان مثلا بگم که این پروتئین باید مصرف کنی، چون اگه مصرف نکنی مایچه از دست میدی. بعد بازم اینو تاکید کنم، واقعا اونی که داره لاغر میکنه، من لاغر کردم دیگه، اونی که داره لاغر میکنه اینو توجه کنه، چون اگه توجه نکنه وقتی لاغر میشه فرم بعدی پیدا میکنه، پوستش میفته، دوباره از اول میگه بابا حالا لاغر کردم 1000 چیز دیگه رو بعد درست. آره دیگه، الان مثلا خودت ماشاءالله 50 خورده کم کردی، هیچ علائمی از ماهیچه و ماسکلایی که مثلا لخت و شل باشه نیست. معلومه چون با ورزش و اینا بود. یه نکته‌ای که حالا داره میگم بعد اینقدر مثلا پروتئین مصرف کنه. بذار ما مثال بدیم. شخصی 80 کیلوه، این اگه ورزش میگم یه ورزش متوسطی هم میکنه، تقریبا باید مثلا میشه 1.5 رو حساب کنیم میشه چند 100 خورده گرم، فکر کنم 130 گرم بعد پروتئین مصرف کنه. فکر کنم ورزش هم داره میکنه. ورزش منظور مثلا پیاده روی هوازی میگفتی اون دفعه؟ آره هوازی کاردیو. آره اینا چجوری از کدوم ورزش رو منظور؟ بیشتر اینجا تو ورزش هایی که باعث بشه عضلات شما تخریب بشه و نیاز داشته باشه پروتئین برای ساخت و سازش. وسایلا و باشگاه بله و بله. ولی هوازی هم اینجا میتونه کمک کنه. حالا فرض کنید البته میگم اونم که ورزش نمیکنه دقت کنید، اونی که ورزش نمیکنه باید پروتئین مینیمم بخوره. یعنی مثلا اگه 80 کیلو 80 گرم دیگه حداقل باید پروتئین توی روز مصرف کنه. پروتئین چه شکلیه؟ مثلا من خودم من اینو حتما میگم، من به نظرم همه این حرفام به کنار این نکته که تاش میخوام بگم اینم به کنار، مثلا من حتما صبح مثلا تخم مرغ میخورم، مثلا 4 تا تخم مرغ میخورم، خب آبپز میخورم. بعد مثلا این خب 20 گرم پروتئین رو چیز میخوره، سفیدیش یا زردیش؟ من حالا ترکیبی میخورم، خیلی هم مهم نیست.
بعد نهار مثلا یه مرغ میخورم، بچه‌ها خنده‌شون میگیره. مرغ چقدره؟ فکر کنم 40 گرم پروتئین برای من داره. اون دقیق دیگه چیز نکردم. بعد حالا حس کنم مثلا یه شیر پروتئینی چیزی میگم، دیدی مثلا ورزشکارا چرا میرن پروتئین میخورن؟ به خاطر اینکه بتونن پروتئین رو نگه دارن دیگه. یه چیزم جالب، حالا اینو یه ویدیو بعدش میذارم چون خودم خیلی شاید درست نگم. ببین در پروتئین هم بگم، پروتئین شما باید، میخوام بگم که این مایندتی که مثلا صرفا باید ورزش کنی که پروتئین مثلا زیاد مصرف کنی اشتباه. بس علمی طولانی داره، ویدیو میذاریم داخل سایتمون براش. یه نکته هم در پروتئین بگم، این دوره تیریکه. دیدید میخوان لاغر کنن میشکونن غذاشونو، مثلا 5 وعده میخورن کم کم. آره میدونید چون تو هر وعده غذایی بخشی از پروتئین و ایناش جذب عضلات میشه. 25% هر وعده، یه گرم عدد گرمی داره، دقیقش هم فراموش کردم، یه عدد گرم دقیق جذب میشه، بقیه‌اش میشه چربی میشه. یعنی فکر نکن اگه شما مثلا بخواید 100 کالری مثلا 100 گرم پروتئین بخوری بگی خب من نهار 2 تا مرغ کامل میخورم شد 100 گرم، نه این همش چربی شد. خب به خاطر همین وقتی میشکونی بیشتر جذب درسته بدن میشه تا به چربی جذب چربی بشه. چه نکته مهمی. آره این خیلی از مثلا اونایی که میخوان لاغر کنن میان میشکنن تغذیه‌شون رو دیگه. الان هویدا همونجا مونده میگه چقدر خوب شد فهمیدم. آره غذاشون رو میشکنن، دلیلش اینه. حالا پس ما باید 20 مثلا بذاریم مثال بزنم، من مثلا 80 کیلو ام، حالا من 80 کیلو نیستم، من مثلا یه شخصی 80 کیلوه، این مثلا میاد 130 گرم پروتئین مصرف میکنه، 2500 کالری مصرف میکنه. این شخص وزنش میمونه، مایچاش میمونه، یه کوچولو اگه ورزش کنه چربی هم از دست میره، چیز کاملا ایدال. میخواد وزن کم کنه، پروتئین رو نگه میداره، کالریشو کمتر میکنه. خب الان اگه با مثال بیاریم، مثلا من 80 کیلو الان صبح گفتیم شما 4 تا تخم مرغ میخوری، خب بعد یه میان وعده‌ای مثلا میخورم ساعت 10. آره مثلا میام یه شیری میخورم، مثلا یه مثلا یه لته میخورم که مثلا شیر و قهوه با هم باشه. شیر کم چرب، من کم چرب میخوام دیگه چیزه. بعد نهار رو چیکار کنیم غیر از مرغ؟ حالا اومدیم خیلی ترکیب اون دیگه خیلی اصولی میشه میدونم، ولی تقریبی مثلا میگم که مثلا سیب زمینی میخوای بخوری جاش اگه مرغ نه دیگه. خب نه دیگه آره دیگه اون کربوهیدرات دیگه. آره اون رو بعد چیکار کنیم؟ ببینیم اصولا این نکته بگم، این خیلی تخصصی شد، من اینم شنیدم فقط اینکه ما یه رژیم داریم، فقط توی یه رژیم کتون اسمش، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه گفتم میگم کامنت ها چون خیلی وقت کارش نداشتم رژیم رو. توی این رژیم شما کربو هیچی نمیخوری. ببین ما 3 تا چیز داریم دیگه، چربی داریم، کربوهیدرات داریم، پروتئین داریم، چیزا دیگه هم داریم، حالا علمیش خیلی نخواهیم بخوریم. خب ما باید تو وعده‌های غذاییمون هر 3 تا اینا رو شامل بشه، بسته به اون هدفی که داریم متفاوت بشه. من تو پرانتزم بگم نمیخوام اینقدر سخت کنم برای مخاطبا، میگم حالا غیر سختش چه شکلیه. میدونی اینا رو فقط مهمه که بدونی تو ذهنمون باشه. یعنی مثلا بگیم خب میخوایم نهار سالم بخوریم، بریم مثلا چه میدونم 10 تا سیب زمینی بخوریم، آب پس سالمه. نه خب همش کربوهیدراته، یه ذره پروتئین نداره. تو باید تو وعده غذایی شامل پروتئین باشه. حالا نهاری که مثلا میخوری ترجیحاً باید شامل پروتئین باشه. یعنی مثلا توی حبوبات میتونه سویا باشه، میتونه لوبیا باشه، میتونه عدسی باشه، اینا به شدت پروتئین زیاد و خوبی هم دارن. توی مثلا میتونه تخم مرغ باشه، میتونه سفیده مثلا چیز باشه. بعد میدونی که الان نظر علمی هم اینا چیز دارن دیگه، مثلا پروتئین خوب داریم که جذبش چقدر بالا باشه. بهترین پروتئین که سفیده تخم مرغ داره، بعد سینه مرغ داره، آب پنیر مثلا پروتئین داره. تریک بگم آره آب پروتئین وی، من پروتئین وی آب بر اساس آب پنیره. ولی نرید آب پنیر رو بخورید صرفا. آب پنیر خوبه، در چربی بالایی داره. پروتئین وی که کالری رو میفروشه خیلی علمی شد پادکست، میفروشه اون چربیشو یه ذره اکسترکت میکنه، میکشه بیرون. تو پرانتز میگم پروتئینای بستر پنیر مثل شیر، ماست، کلا لبنیات، پروتئینای خامل لبنیات شب خوردشه بهتره، چون میبره تو بلعم تبعو بذاره بدنو کرخ بکنه. به خاطر همین شب بخوری بهتره. تو اسلام میگم پنیر رو شب بخور، به خاطر همین صبح که راحت داره شب. یه حدیث آوردی تو همه پادکست حدیث گفت. خب آره چه نکات خوبی داریم. آره اینا خیلی اصلا نمی‌خواستم بگم، آینه مثلا اینا خیلی علمی شد، کلی آره کلیشو بگم. پس ما دوباره شامو میان وعده مثلا قبل خواب. پس یادم که 80 کیلو بعد پلن تغذیه‌اش این باشه. من چربی سوزی رو گفتم، اینو گفتم. یه نکته کلی دیگه بگم بعد بگم دیتیل جزئیاتو بگم. یه نکته به شدت مهم بگم در مورد کنترل سطح انسولین. من اینو
چند وقتی یاد گرفتم واقعا میان چیزی یاد گرفتم زندگی متحول شد، خیلی مهمه. ببین ما هر چیزی که میخوریم وقتی بدنمون قند میگیره، برای اینکه بتونه جلوی اون قنده رو اصطلاحا، من خیلی ساده دارم میگم، من کسی که بحث علمی و آکادمیشو میدونه اگه کامنتی داره کامنت کاملا درسته، من نمیخوام علمی صحبت کنم، سواد علمیشم ندارم. بدن ما هر چقدر قند که جذب میکنه برای اینکه بتونه مقابله کنه با اون قند و قند ما خیلی نره بالا، انسولین ترشح میکنه. اون ترشح انسولین و اینا باعث جذب چربی تو بدن ما میشه. بدنمون چربی میگیره و در واقع حجم چربی بستگی به این میزان انسولین که چقدر خوب. حالا ما باید بتونیم انسولین رو ترشح کنیم. فارغ از این که این بحث سطح قند خون ما طی روز به جذب چربی مهم تاثیر داره، از اون مهمتر به نظر اینه که به حال ما تاثیر مثبت داره. یعنی ما اگه قند خونمون بیاد پایین حالمون بده، قند خونمون بده بالا حالمون خوبه. پس ما خیلی مهمه کنترل کنیم سطح قند خونمون. یه کتابی تو مثلا اومده مفصل در مورد قند صحبت کرده، یه جایی یه تحقیق آماری جذاب انجام داده، رفته اونایی که دقیقش هم اینه، میگه اونایی که سطح قند خون کنترل شده تری دارن توی خونه کمتر با زنشون دعوا میکنن. خیلی برام عجیب. پیشنهاد بدیم بعد همه بخورن استفاده کنن. حالا پس مهمه که سطح قند خونمون رو حفظ کنیم. یعنی چی سطح قند خون؟ من یه سوال پرسم، فکر می‌کنید قند این همه میرید پیش دکتر برای چی میگن قند بده؟ قند 10 کالری داره، چرا بده به نظرت؟ قند به خاطر این بده که نه چون بخوری چاق میشی، به خاطر اینکه سطح قند خونت میره بالاتر. نکته طلایی‌تر در سطح قند خون، شما برو همین شکلات بخور، اصلا گشنه نیست، 2 ساعت بعد گشنه میشه. وقتی سطح انسولین خونت میره بالا سریع میاد پایین. خب اینا کن این فکر کنید مثلا سطح قند شماست، شما قند خوردی رفت بالا، انسولین ترشح شد رفت بالا، بعد سریع میاد پایین، اینجا گشنت میشه. اینجا بعد بدن اصلا میره تو حالت ضعف. خب به خاطر همینه میگن قند نخور. یه نکته هم در مورد قندهای طبیعی و مصنوعی بگم. قندهای طبیعی یه ذره دیرتر میرن بالا، قندهای مصنوعی سریع میرن بالا. به خاطر همین یکی فشارش میفته میگن شکلات بده، خرما نده. شکلات بده سریع قندش میاد بالا. حالا این حفظ سطح قند خون خیلی پس مهم شده برای ما. بعد چجوری حفظش کنیم؟ اولا که خوردن قند به تنهایی کشنده است. یعنی چی؟ ببین ما تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم شکر و قند و کم تا میتونیم حذف کنیم. من تو تجربه خودم حالا میگم جلوتر، من مثلا نوشابه خیلی وقت نخورم، چی بشه بخورم، یا مثلا قند و شکر که اصلا خیلی وقت نخوردم. پس تا میتونیم حذف کنیم. یه سری چیزا رو نمیشه حذف کرد، یعنی مثل سمه برای بدن، مثل سمه. یه سری چیزا رو نمیشه حذف کرد، مثلا چیزایی که خودمونم نمیدونیم، مثل نون. شما که نون رو نمیتونید حذف کنید که، شما سیب زمینی رو که نمیتونید حذف کنید که، شما میوه‌جات رو که نمیتونید حذف کنید که اونها هم قند داره. خب اونا رو بعد چیکار کنیم؟ بعد مدیریت کنیم. یعنی چی؟ ببین شما مثلا من این کارو میخوام بکنم، من میرم مثلا خونه گشنمه نمیرم میوه بخورم، میرم اول یه چیزی میخورم، پروتئین میخورم یا فیبر میخورم. این دوتا باعث میشه وقتی شما سطح قند خونت خیلی آروم بره بالا. یعنی خوردن یک مکملی مثل فیبر، مثل پروتئین. مثل چی میخوری؟ من مثلا بستگی به اینکه چی توی خونه حالا باشه دیگه. مثلا فیبر بهتون بگم الان اصلا هیچ از فیبر اینا تو ذهنم نمیاد. سبزیجات فیبر داره. دیگه مثلا یه خیار برمی‌داری، یه کاهو برمی‌داری می‌خوری؟ آره. هویج برمی‌داری. آره. آخه دیگه خودت چیز نیست مثلا. سخته. آره. مثلا من الان خونه برم مثلا مثلا دیروز می‌خواستم هندونه بخورم، دیدم مثلا چیزی می‌دیدم سویا داشت. بعد سویا خوردم یه مش، بعد چون هندونه خیلی دوست داشتم بخورم مثلا بعد هندونه خوردم. یا مثلا سرکه سیب بهتون میگم، مثلا سرکه سیب من مثلا قبل غذا سرکه سیب میخوام فقط به خاطر اینکه الان چند وقتی که نخورم. مثلا سرکه سیب که قبل غذا میخوام که سطح قند خونم نگه داره. میگم تو مواردی که سطح قند خون میتونه کمک کنه. ولی یکی خوردن فیبر و پروتئین همراه اون غذا. مثلا شما بادام بخوری، مثلا میگم هندونه میخوای بخوری بخور، بادام کنارش بخور. میخوای مثلا شکلات بخوری بخور، بادام کنارش بخور. حتی بیرون هم میری از این سلامت بارا میخری، تو سلامت بارا ناکوی بادام و اینا رو شکلات هم هست. آره این باعث میشه که سطح قند خونت خیلی سریع نره بالا. یه نکته دیگه، با معده خالی خوردن میوه مساوی با پهلو آوردن دیگه. چرا پهلو اینا شکم و پهلو میشه دقیقاً همون چربی و عملاً خوردن میوه خالی و با معده خالی یعنی شما سطح قند خون رو تو سریع میبری بالا. یه نکته میوه هم بهتون بگم، میوه به شدت خوبه، ویتامینش خوبه، ولی قند به شدت بالایی داره، به شدت چربی میاره برای بدن. آب میوه چی؟ بدتره.
آیا میوه بدتره؟ چرا؟ ببین مثلا این بذار میوه خاص رو مثال بزنم، سیب وقتی شما تنها میخوریش خیلی میوه خوبیه. چرا؟ درسته که قند داره ولی فیبر داره. اون فیبرش قندش رو تقریبا خنثی داره میکنه، قند رو جذب کردی ولی چون سطح قند خونت کمتر رفته بالا باعث شده که اون ضرری که باید داشته رو نداره. هندونه میوه بدی نیست. چرا؟ قندش خیلی باله ولی آب در کنار قندش، اون آب هم بهتون کمک میکنه که سطح عنصرتون کمتر بشه. دقیقاً. یه میوه بد چیه؟ چقدر زد 25 دقیقه که من خیلی از حرفا مونده. یه میوه خیلی بد چیه؟ مثلا انگور. حالا چه میوه هایی بده؟ مثلا شما آب میوه اصلا چیز خوبی نیست که شما رفتی فیبر میوه رو گرفتی، مثلا آب کرفس، فیبر کرفس رو گرفتی، اون قندش رو نگه داشتی. حالا آب کرفس صرفا مثلا هویج حتی قندش رو نگه داشتی. میوه خشک بشه هم موز یه چیزی هست، یه ویدیوشو میذارم، یه آکادمیک وجود داره، میان میسنجن سطح قند به سطح یه چیز علمیه. مثلا تو میوه خشکا مثلا از همه بدتر موز، مثلا موز میوه خشکش به شدت بده. یا لواشک، من لواشک خیلی دوست دارم ولی لواشک به شدت قند بالایی داره. شما آبش گرفتی کلا فکر کنم میوه خشک بالاست دیگه. بله هر چیزی که فیبرش و آبشو گرفتی دیگه، یعنی آب میوه خود مثلا آب میوه آبشو نگه داشتی فیبرشو گرفتی دیگه. پس اهمیت داره که ما سطح عنصر خون رو نگه حفظ کنیم. چند تا نکته بهت بگم، من خودم اینا رو رعایت میکنم، مثلا تجربه خودم میگم چون خیلی صحبت کردیم. مهم به همین دیگه. من این نه تجربه، من چیزی که شنیدم و خودم دارم انجامش میدم و به شدت جوابه، من صبحانه رو با چیز شیرین شروع نمیکنم. توی صبحانه چیز شیرین رو هضم میکنم. اون کسی که کتاب قند خون رو نوشته بود یه پادکست داشت صحبت میکرد، خیلی جالبی گفت ببین تو حتی برو پیتزا بخور صبحانه، به شدت بهتره تا اینکه مثلا شروع کنی چای شیرین بخور. خوردن چیز شیرین توی صبح خیلی ضررها داره چون معدت خالیه، به شدت بدن مستعد جذب انرژی به شدت. محمد جان ولی مثلا توی روال صبحانه مثلا تو هتل‌های خیلی خوب هم بری 5 ستاره مثلا مربا و عسل و غلطه دیگه، غلطه. اینا هم همه هستش دیگه. خونه غلطه. شما میتونی تخم مرغ بخوری، شما میتونی مثلا عدسی بخوری، شما میتونی مثلا لوبیا بخوری، شما میتونی حالا نون و پنیر، نونم فقط نون نکته بگم که نون سفید ترجیحاً نخوریم. مثلا لواش نخوریم صبحانه، مثلا سنگک بخوریم، سنگک خیلی خوبه، سبوسش بالاه، اون باز دور خیلی مدیریت میکنه. حتی این نونایی که الان هست سنگک ها همونه. آره نون توستا که الان اومده جدیدن خیلی خوبه، مثلا نون توست پروتئین دید، نون توست جو دیدید، قلداس دید. اینو با پنیر بخورید، این قند خون ترشح نمیکنه که این خیلی بهتره. خب بعد نکته مهم توی این رژیم غذایی که تجربت خیلی هم عالی بود، این توجه و دقت به قنده، به سطح قند رو بتونی حفظ کنی. دقیقاً. مثال دیگهش کاربرد دیگهش، یه نکته کاربردی دیگه خوردن سرکه سیبه. دنیای علم داره مثلا شما قبل غذا وقتی سرکه سیب مصرف می‌کنی اصولا 3 وعده با آب دیگه، یه ذره یه قاشق غذا خوری سرکه و کلی آب، چون مثلا دندونم بد میشه اگه مستقیم بخورید، به دندون آسیب میزنه. شما میتونید قبل غذا تو 3 وعده غذا مثلا قبل غذا سرکه سیب بخورید، به شدت کمک میکنه، جذب قند رو به شدت میاره پایین. یا اول صبح یا آخر شب به همراه نمک و آب لیمو مثلا میتونید ناشتا حالا میل کنید. من اونها تا استفاده نمیکنم. و الان چجوری مواظب باشم که قندم و حواسم هست به قندم؟ چی کار میکنی که تو روز؟ بله بس نکته سوم اینا رو بگم، من آخرم یه مدل رژیم که خودم خیلی استفاده الان میکنم میگم. نکته سوم اینه که صادقانه‌اش من هیچ وقت اینطوری نبودم که حواسم باشه. مگه چقدر میتونیم حواسمون باشه؟ چقدر میشه مثلا تی روز حواسمون باشه اینو نخور، اینو بخور. آخه عادت میکنی دیگه، همون سیستم درست میشه دیگه. یه مثال از توی یه کتابی واسه لاغریه، من اسمش رو یادم نمیاد. میاد میگه که آقا ناراحت شدی یادم نمیاد. تو اینو نمیخواستم بگم خب، ولی میذارم توی داخل وبسایت اسف میتونید به نکات رو ببینید، همه کانتنت ها رو میذاریم، مطالبی که یعنی رفرنس هایی که داخلش ازش مطالعه کردیم. یه کتابی میگه آقا تو میخوای که وزن کم کنی، با یه مثال میگم، یا اونکم شما مثلا میگی که آقا اصلا فکر کنید اهل مثلا مشروب الکلی نیستید، مثلا میگن آقا تو این اتاق یه هفته باش، اونجا هم یه مثلا یه چیزی هست اصلا مصرف نکن، تو میگی خب باشه اصلا 10 سال باشه. خب من که اصلا دوست ندارم، مایندستش تو ذهنم نیست. ولی میگن نه یه ذره شوی نوتلای اونجاست مثلا نخور، همین تو یه نخور ریزی هم بهت بگم، یه ذره گوشت میشه بری میخوری، اصلا گوشت نمیشه بری میخوریش.
ذهنیت همینه دیگه. یعنی ذهنیت اینه که تو باید یه ذهنیت خودت، مثلا من اگه برم یه جای نوشابه جلوم باشه اصلا دوست ندارم واقعا بخورم، یعنی مثلا 10 ساعت نوشابه اینجا باشه، خب چیکارش دارم؟ مثلا قندم تشنه‌ام بشه میرم آب میخورم. این ذهنیت چجوری شکل میگیره؟ با اینکه یه ذره عادت‌های غذایی درست ایجاد کنیم برای خودمون. یه ذره‌ام که میدونید که متاسفانه مخصوصا تو چیزای قندی اعتیادآور دیگه، مثلا شما وقتی نوشابه میخوری این بدنت هی نیاز به جذب این موضوع داره، یعنی جذب این ماده غذایی داره. به خاطر همین اگه یه ذره کمتر مصرفش کنی خیلی نسبت بهش بی‌رغبت‌تر میشی. البته تو پرانتز بگم این بعد تجربه خودم یعنی مثلا خودم نمیدونم از نظر علمی چه چیزی پشتشه که مثلا من خودم نوشابه نخوردم بدون خیلی دوست داشتم دیگه، تمایلی بهش نداشتم. تو آدمم که دیدم دور و برم وزن کم کردن اینطوری بودن. برای تجربه این اتفاق افتاده که مثلا شما وقتی نوشابه نمیخورید دیگه بعد چند سال واقعا خیلی بی‌رغبتی نسبت بهش، شاید مثلا یه شب خیلی دوستش میشه بخوری اوکی، ولی لایف استایل زندگی نیست این موضوع. و این نکته ای که هست، من اینو خودم خیلی بهم کمک کرد برای لاغری. تو اپیزود قبلم اینو گفتم در مورد نوع ورزش. این نکته طلایی وجود داره به نظر من، اینکه باید سیستم طراحی کنیم، نه رو ارادهمون حساب نکنیم. یعنی چی؟ شما خب مسلمه توی شرکتی مثلا داری کار میکنی، یه دونه مثلا خوراکی برای خودت خریدی، مثلا شکلات خریدی گذاشتی رو میز بغلیت، گفتی که ببین من اینو آخر شب یه کوچولو برمی‌دارم با ذره بادام میخورم، میخوام زندگی سالم داشته باشم. رفتی جلسه و مدیر دعوت شد اومد میگیری میخوری. خب چقدر رو ارادت تو مثلا رفتی یه پروژه با شکست مواجه شد، خب برمی‌داری میخوری. چی میشه نخوریش نخریش؟ خب تو رژیم تغذیه هم میگن تغذیه سالم، رژیم لاغری سالم از کجا شروع میشه؟ میگن از کجا شروع میشه؟ از سبد خرید. شما وقتی میری تو سوپرمارکت خب کلی چیز متفاوت میخری، خب اینا رو میخوری دیگه، نمیری بریزی دور که. دم دستت نباشید. جوری من اون دوره که می‌خواستم لاغر کنم هیچ چیز خوراکی برام روز نمیخوام شرکت، یعنی یه جوری بود که مثلا واقعا ببخشید مثلا خنده داره که دوستان میگن کویره، هیچ چیز فقط آب معدنیه. خب مساعد اون مساعد همین گشنت میشیم که رو ولش کنم برم بیرون تا سر کوچه برم خرید سخت بکنین کارو. پس سیستم بچینید. یعنی که مسلمه شما وقتی توی خونتون بری خوراکی بخری توی یخچال رو برمی‌داری میخوری وقتی گوشت بشه. من میخوام بگم توی لاغری اصلا هیچ اتکایی به اراده نکنید. اراده رو بذارید فکر کنید هیچ اراده وجود نداره. همه رو سیستم بشید براش. خب غذاتون رو قبل آماده کنید، بگید من فلان روز فلان نهار رو دارم میخورم، مثلا آماده گذاشتم دارم دیگه، مثلا حالا گشتم شد دیر وقت شد یهو برام پیتزا سفارش بدم نیست. این در مورد کاری که من کردم، یعنی ترکیب دو تا موضوع من خیلی کمک کرد برای لاغری. میگه ترکیبی که غذامو ثبت می‌کردم، یه دیدگاهی نسبت به تغذیه و غذاهای مختلف قشنگ مثل حساب کتاب دیگه، کم کردن وزن. دقیقاً. متماتیک دیگه. دقیقاً. و وقتی که این مایندست رو پیدا کردم که اون غذا چه مزیت‌ها و معایبی داره، مثلا من واقعا اینطوری بودم، یه دونه اینطوری حساب می‌کردم. مثلا شکلات بخورم نگاه می‌کردم گفتم 84 کالری. الان یه تخم مرغ 70 کالری داره. اینقدر گرم پروتئین داره، اینقدر گرم فلان داره، 20 ولش کن چه ارزشه. واقعا خب این هم با دانشی بود که میدونستم این چقدر داره این چقدر داره، چون اینقدر ثبت کرده بودم، هم با این بود که خب نگاه میکردم یه چیزی بود که من ثبت کنم. یه دهد معجزه است وقتی ثبت میکنید میفهمید بعد 2 هفته میبینید من روز 4000 کالری دارم مصرف میکنم و اصلا چیز خاصی نخوردم، همیشه اینطوری دارم میخورم. من مثل به یکی از دوستا بود میگفت من چیزی هم در روز نمیخورم، نمیدونم چرا چاق میشم. گفتم تو یه سطر بذار بغل دستت، هر چی میخوری یه تیکش هم بندازون تو، بعد میبینی چه خوردی، بعد میبینی هی میگی چی نمیخورم، مگه میشه که هیچی نمیخوری که. مثلا همین که میگید نباید داشته باشی، مثلا من خودم چیپس عاشقشم، خیلی دوست، نقطه ضعفمه، ولی نمیخرم دیگه. یعنی میرم تو فروشگاه هرگز اصلا اون سمت نمیدم که بخوام بردارم. دقیقاً. بعد خب یه جا مهمانی میرم دیگه خیلی خوشحال میشم هستش میخورم. من 2 تا رژیم یعنی که یعنی بذار یه رژیم بگم. آره یه رژیمی که خیلی بهم کمک کرد و به نظرم خیلی توصیه میکنم، فاستینگ همون روزه خودمونه، فقط شما 0 کالری ها رو میخوری. یعنی قهوه میتونی بخوری، چای میتونی بخوری، آب میتونی بخوری، بعضی از دمنوشایی که کالری نداره میتونی بخوری، نوشابه 0 میتونی بخوری، اینا رو میخوری، هیچ چیز کالری داری نمیخوری. این تا مزیت داره. از نظر علمی هم خیلی چیزها ثابت شده که مثلا شما یه ساعت زیاد که غذا نمیخوری بعدش چه اتفاقاتی برای بدنت میفته، بعد میری تو یه حالتی که جذب چربیش خیلی میره بالاتر. خیلی مزایا داره. برای من یه کمک خیلی بزرگ داشته، من واسه همه اینا رو بذارم که برای من این نکته‌ای که داره اینه که خب من بعضی ساعت‌ها
واقعا هر چقدرم که اینجا بیام در مورد اینکه چقدر تغذیه سالم، چقدر فلان بیسا صحبت کنم، من سالم میخورم. یعنی من الان واقعا خیلی کم پیش بود غذای ناسالم بخورم، ولی با همون سالم رو زیاد بخوری باز چاق میشی دیگه. یعنی حالا من درسته گفتم مثلا پروتئین خوبه، خب تو یه روز 200 گرم پروتئین بخوره خب اون میری چربی میشه، یعنی بدنش همه رو که نمیاد سالم جذب کنه. به خاطر همین فاستینگ کمکی که میکنه تو یه ساعتایی مجبوری چی نخوری. من یه نرم افزار دارم الان مثلا فاستینگ چیزه مثلا توش ثبت میکنم، میگم مثلا ساعت 8 شب شروع کردم 16 ساعت تا فردا مثلا ساعت 12 ظهر هیچ چی نباید بخورم. گوشتم میشه این ور اون ور این ور اون ور دیگه از اون بعد میخورم. منطقش هم خیلی ساده است. میگه آقا شما بعد 2500 کالری مثلا مصرف کنید، شما از 24 ساعت 12 ساعت هیچی نخوردی، با اون ساعتی که خواب بودی حساب کن دیگه، مثلا 15 ساعت هیچی نخوردی دیگه، اون مثلا اون 8 ساعت اون 9 ساعت باقی مونده چقدر میتونی بخوری تو 2500 کالری. به خاطر همین فاستینگ اینجا 12 ساعته مدل مختلف داره. مینیممش فکر کنم یه 12 ساعت هست که هیچی نخورید. آره ماکسیمم که میتونید دیگه به 20 ساعت هم میرن. مثلا خیلی ساده است، شما میتونید 9 شب هیچی نخورید تا فردا 9 صبح 12 ساعت، 9 شب نخور تا مثلا 11 صبح، یه 14 ساعت شد، خیلی هم ترتمیزه. میتونی صبحانه رو حذف کنی. این آیه هیوبرمن به پادکستش من ازش گوش میکرد، ایشون خودش صبحانه رو حذف میکرد. حالا بسیار معایب داره توی خواب اینو میگیم، چون باعث میشه که شما صبح خیلی بدن نخواد حالا هی هضم غذا کنه. اون مثلا صبح کلا من همیشه صبحانه رو حذف میکنم که نه بس فرصت، نه بس اینکه بدنم نخواد کالری زیادی اما میگم یعنی بدن انرژی نگه داره. من خیلی چون طولانی شد نمیخوام دیگه خیلی جزئیات بشم. دوستان دوست داشتن که دارن بیشتر در تغذیه صحبت کنیم کامنتس بذارن که خب یه جنبندی بکنیم که نکات کلیدی که گفته اون فوت کوزه‌گریاتو یه جنبندی 2 دقیقه‌ای. بله حتما. یک حتما کالریتون رو ثبت کنید. شده یه هفته با بشقاب با کرفس و نرم افزارهای مختلف بدونید چقدر میخورید. بعد اصلا به هر چی فکر کنید، اصلا نخوا لاغر شو، بزن چی میخوری. 2 تا سبد خرید درست نشه، تا سفره خونت درست نشه، تا استایل خریدت رو تغییر بدی، نمیتونی لاغر بشی. 3 حواست به قند خونت باشه. نمیگم مثلا قند نخور اینا، نه، ولی حواست باشه، میدونی تو ذهنت باشه. 4 لاغر کردن خیلی کار ساده ایه، اینو جدا دارم میگم، خیلی خیلی ساده است، مخصوصا وقتی بیفتی تو دورش. اصلا هم سخت نیست، فقط چند تا نکته داره. یکی که اینا که گفتم رو بدونید. وقتی میدونی، آگاهی داری نسبت بهش، حواست هست. منم الان خیلی روزا میشه چربی زیاد میخورم، شکلات میخورم، شیرینی میخورم، زیادم این کارو میکنم، ولی میدونم زیاد این کار تکرار نمیکنم. شاید تو هفته یه بار این کارو بکنم. چرا؟ چون حداقل بعد از اینکه شیرینی رو خوردم میگم ببین محمد، تو الان رفتارت آنورمال بود نسبت به زندگی ساده، پس حواست باشه. ولی وقتی به نظر خودت چیز بدی نیست، باختی. یعنی بعدم اونم ذهنی هم که همون نگرش و ساختار ذهنی هستش که خودت ذهنتو بسازی و دقیقا بدونی داری چی میخوری چی کار میکنی. بله دقیقا. من به نظر اگه بخوام استپ بگم، اول کاریاتون رو ثبت کنید، بعد یه کوچولو سیستم تغذیه‌تون رو درست کنید، بعد خودش همه چی درست میشه. لیست خریدتون رو تغییر بدین، دماغ زیاد نباشه و نگرش ساختار مغزی و انسولین بشه در مهمه. چقدر خوب. اون بعدن اون رسپتیای رژیمات هم اگه میشه بذاریم. من این نکته بگم، من هیچ وقت چیز نداشتم. خودت داشتی میگفتی میخوام تموم کنم، ولی بگو. آره نه اینا گفتی رسپی تغذیه. من هیچ وقت اسکریپت نداشتم. یعنی هیچ وقت من برام خیلی سخته طی روز بگم امروز بعد اینو بخورم، اینو بعد بخورم، اینو بخورم. هیچ وقت نداشتم این تغذیه طی روزو، ولی کلا همش فقط الان اینطوریه. الان اینطوری که دیگه نمیذارم پروتئین مصرفم یه عدد بیاد پایین‌تر، تخمینی دیگه. مثلا میگم یه نهار مرغ خوردم، تخم مرغ خوردم، یه چیز دیگه لازمه بخورم توی پروتئین. اینو حواسم از کالری هم دیگه به نور میرسیدم چی بخورم چی نخورم. تقریبی دیگه حدس. آره اون موقع که لاغرم میکردم همینطوری بود. اون موقع پروتئین بلد نبودم، مثلا سوادشو نداشتم. آره این چقدر خوب، خیلی ممنون. مرسی. خیلی جذاب و دوستان پشت صحنه‌ام که خیلی لذت بردن و خوشحالن از اینکه کلی اضافه شده دانششون. امیدوارم که اینطوری باشه. دست درد نکنه. باید یه چیزی غیر علمی و غیر اصولی گفتم ببخشید. اینو تجربه خودته و حتما هم با وجود داره که میتونید بهت گوش کنید. تلاش کردی، خوندی، گوش کردی، خیلی هم عالی و انجام دادی. شما هم نکاتی دارید که بگید؟ نه نکات من مال خوابه دیگه. حالا توی اپیزود بعدی که تو حال خوش تغذیه رو گفتیم، ورزش رو گفتیم و بعد خواب هست. من نکته بگم بعد بریم اپیزود بعدی و حالا بیننده‌ها برن اپیزود بعدی رو ببینن.
اینقدر که تغذیه مهمه، خواب 100 برابر مهم‌تره. بچه خوب. پس میدیم که خوابم بعداً با آرامش خاطر بگیم که چه تأثیر رو حال خوش داره. بله. مرسی. ممنون. فعلا ممنون برای این دفعه. عمل به خدا میسپاریم. فعلا.